جگره که ما اینجا دایی اصلی ما جگری ما امروز بیا تو بغلی ما اتو چطا گسل کردم رفت اتو چطا رفت جانی ما ایریم داشتن که و 40 روزه باید میموندن دخترشون خبر میگرفتن تا اون گسلشون کردم بعد تاکسی داشتیم میاندم برایشون کردم رفتن ما هیچ بکنیم نگاه ما را نگفته ما میرم کیه؟ سنت بود من دیر زنگ زدم گفتم پگاه کردم جانی ما اصلی ما خیلی دسترخونه رو جمع میکنی ها حالینی جگر جان تاری دیوان بیام مراد دوست مراد کی در این وقت فریاد کردی تو دسترخونه رو جمع کی باشه دوست مراد سگ ندارم نه دوست مراد بچه کی زده بودی؟ بچه کی زده بودی؟ هیچ که اوتاش نبود تاری خفا میشه هیچ نمیشه اوتی را هم میشنه دوست مراد اوتی ها ای بچه تو درمی خونه با میشینی تو دیگه بیره نمیگه ها بچه السلام علیکم سادی جان کاملی جان سلام فخر جان ای بچه خیلی با چیلت برو اومد آخی با تو یا بیره نمی برو یا همسین فرا سراغ نمیکنی زنگ گرفتی ای آدمگری برو اومدی همه آدمو زنگ میکنی از 2 روز میستن تو 20 روز 15 روز میگردی بیا بدون انگل میمونه نه مدهش که کار نداره ختم نداره که ای خیا که همین یا چیرا نگفتی ما رو نفهموندی نه زنگ میزنید گنده یا بیره میبروی بپرسیم تو این نشید مجبور شدیم خونه تو اومدیم چرا تو من همیشه بگو که شبت خوبه یا روزت خیلی روز میگم شبت خوبه یا روزت ولی بعد اینم زنگیری تو خیلی من شب و روزم یگای آخی من میدونی که من شب و روزم یگای خدا سود باشه شب و روز ما هم میگیم که شب و روز یک بود چی اکی یگای من شب و روزم یگای پروستا 15 روز زندگی مرا نم خیلی چات کم مگذره گفتی روزا نیشتک مگذره نه 15 روز زندگیم بیزه برای چی؟ او خیختون میدونید که من کارکنی راغونم سلام دوستان عزیز این حال ما در دهه سنتوده حضور داریم البته برای ثبت نوارگیری کلیپ حجم‌های خنداور چی گفتی رئیس جان سعید اسماعیلوف صحنه‌های نوی ما روز به روز برای شما تقدیم می‌گردد خانم زیبا منیجمونو من بسیار شادم که با همیا همکاری میکنم ما شدیم که باز یک جا شدیم با گروهمون امروز مهمونی ما در خونه دوست مراجون است یعنی دونجوان همراه همه بچه‌ها امروز با خوش‌ترین برای ما چی بود که عجایب که ما با یجویا شدیم یجویا ما همه وقت کوشش میکنیم که بگذارم خیلی یجویا باشیم در صف جوانان باشیم آینده با کارهای ما یجویا شود با هم خیلی پیشکش میکنیم ما با شماییم اگر شما با ما باشید البته ما با شما وعده میکنیم که چیزای نو بنوی زمانوی پیشکش شما میگردونیم گروه عرب شاه در خدمت شما سنت هم میگیم دوست